یک مراجعت به خلق توجیک داشتیم. این نه تنها یک مراجعت بلکه یک درد است. این اشک چشم خشک است به مردم توجیک. حالت امروزه مردم توجیک، خواری امروزه مردم توجیک بسیار ما را یعنی علم میتیه، درد میتیه، اشک میتیه. میخواستیم یک مراجعت به تمام توجیکستان، به زن و کودک و پیر و جوان به همه داشته باشیم. حالت امروزه به همه معلوم نه که یک بار ای خلق توجیک یک بار تاریخی توجیکا را نظر کنین. توجیکا پیش از اسلام کی بودن؟ توجیکا پیش از اسلام هیچ کس نبودن. مجوسی، زردشتی، خریستیان، بود پرست هیچ کس نبودن. لیکن وقتی که اسلام قبول کردن، بعد اسلام توجیکستان یک بار نظر کنین، بعد اسلام قبول کردن فارس ها را نظر کنین که فارس ها چگونه به کدام مرتبه و درجه ها رسیدن. ما نبیرگان امام بخاری و مسلم، نبیرگان ابو داوود، نبیرگان نسائی و ابن ماجه رحمت الله علیهم، ما نبیرگان این شخص ها هستیم. یک بار دیگر علمای توجیک عموم دنیا را علم خلق توجیک، خلق فارس گرفتگی بود و سببش هم قبول کردن اسلام بود. اسلام قبول کردن به این درجه، به این موفقیت ها رسیدن. لیکن برای چی رنگی پیشتر دیگر نیست؟ برای چی 100 ساله و 200 ساله از این پیشتر دیگر نیست؟ حالت ما چخیلی که شما گفته بودین خورتر ای مردم فلسطین و ای مردم اویغور ای. ما برای چی به این حال رسیدیم؟ من میگم مردم توجیک دور از عقیده شدن، مردم توجیک دور از توحید شدن، دور از اسلام شدن. برای یک انسان بسیار شرم‌آور است که در مورد این شخص علما اختلاف بکنن که همین شخص کافر است یا که مسلمان به نماز در نظر دارن. بسیار عیب است برای یک شخص که در موردش اختلاف کنن که همین شخص در دین ماند یا که از دین برآمد. دومین ارکان اسلام نماز است. همون نماز نمیخوانند. توحید، از توحید دور شدن مردم. به این روزهای سخت رسیدیم. یک اعتراض و خواهش من همین به مردم توجیک، کسی که صدای من را میشنود، عقیده را بآموزین، عقیده را به فرزندان خود بآموزین، نمازاتون را بخونین. همین سخنهای من را فکر کنین. ما پیش از اسلام کی بودیم، بعد اسلام کی شدیم و امروز کی هستیم. در این مورد فکر کنین. این دلیل هایی که خرد و بزرگ میفهمن. از توحید دور نشین. بخونین، علم عقیده را بخونین. بزرگترین علم دین، بزرگترین علم اسلام و شریعت که بالای خرد و بزرگ فرض است، عقیده توحید بآموزیم. الله یک و یگانه داشتیم آبرزم بشناسین مردم توجیک. والله از ما قبول نمی شود نه یگان عمل خوب، نه یگان سخن خوب، مگرم با عقیده درست. از شرط های قبول عمل این عقیده صحیح است. عقیده را بآموزین، توحید را بآموزین، نصرت نزدیک می شود. یک قدم به سوی الله قدم بمانید، الله به شما نزدیکتر می شود. در این سخنها فکر کنید و عقیده را بخونید. بارک الله خیرا. برای چیزی که برادر قید کردن، گفتن که ما پیش از اسلام کی بودیم، بعد اسلام کی شدیم. با همین آدم های بزرگی که نامبر میکنید، برادر عزیز از علمای اسلام نقل کردن، نامبر کردن، اونایی که در ادبیات تاجیک فخر میکنید، از ابو عبدالله رودکی شروع تا صدرالدین عینی، همه اینها کی پیدا شدن؟ همه اینا کی بودن؟ همه اینا تاجیکای پیش از اسلام نه، بعد اسلام. همه اینا حافظای قرآن بودن، داملاها بودن.
حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، ابو عبدالله رودکی حافظ قرآن بود، صدرالدین عینی داملا بود. یگان تو اینها دین ستیز و دین بدبین و اینا نبودم چیزا. هر کسی که شما فخر میکنید همش مال اسلام است، بعد اسلام است. پیش از اسلام یک نفر را نامبر کنید که کی داشتن تاجیکا 1400 سال پیش. بله، دویم مسئله توحید. تمام علم های دین و دنیا درباره مخلوق گپ میزنند. حتی علم عقیده، مثلا جن شناسی هم علم عقیده و حساب و علم فقه نیست. فرشته شناسی علم عقیده است، لیکن فرشته مخلوق است، جن مخلوق است، پیغمبرها مخلوق هستند. اما توحید و هم جزئی فن عقیده هست، ولی خود فن توحید این خاص درباره الله تعالی است. همه فنهای دنیا و دین درباره مخلوقات گپ میزنند، اما توحید درباره الله تعالی، درباره کارهایش، قدرتهایش، نامهایش، صفاتهایش، چی کارها کرد، چی صفاتها دارد، درباره الله تعالی معلومات میده. انشاءالله بعد این تنفس در نظر از چندین لایحه ها بسیار است. سبحان الله، 99 نام های الله تعالی هم او 5 سال پیش شروع کرده بودیم، به یک برادر نوشته داده بودیم، امروز خاطر رسان کردن. همون 99 نام ها را هم انشاءالله یک شرح میدیم، شرح کوتاه باشدم تا اینکه مردم کم باشدم شناسایی پیدا کنند. اطیب ما فی الدنیا معرفته سبحانه و محبته. در این دنیا از همه چیزی با لذت این شناختن الله تعالی و محبت الله تعالی است. لیکن آدم ها این گپایی که نشنیدن نخواندن نمیفهمند. بله.